الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یکی از کارهای خیلی پسندیده که اجر و ثواب بسیار زیادی رو دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی فرمودند. در روایتی که انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نقل کرده و در سنن ترمذی هست، محتوای این روایت این است که شما می توانید که در هر روز به اندازه ثواب یک حج و عمره رو داشته باشید و برای خودتان کسب بکنید. بله، ثواب یک حج و عمره در هر روز. انس رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمره. میگوید هر کسی که نماز صبح را با جماعت در مسجد بخواند و بعد از آن در مسجد بنشیند و مشغول ذکر الله متعال باشد تا هنگام طلوع آفتاب، ثم یصلی رکعتین و بعد از آن 2 رکعت نماز بخواند، کانت له کاجر حجة و عمره. این عمل برایش مساوی با ثواب یک حج و عمره هست. واقعا زیبا هست که انسانهایی که نمیتوانند حج و عمره رو همیشه انجام بدهند، در سرزمین دوری هستند، اما باز هم الله متعال آنها را از ثواب حج و عمره محروم نکرده. باز هم در هر روز میتوانند که ثواب حج و عمره رو برای خودشون کسب بکنند. خیلی ساده هست. نماز صبح را با جماعت بخواند و در مسجد بنشیند، ذکر بخواند، قرآن تلاوت بکند تا زمانی که آفتاب طلوع می کند. وقتی که آفتاب طلوع کرد 2 رکعت نماز اشراق یا نماز ضحی بخواند، یعنی این که ثواب یک حج و عمره را الله متعال به عنایت می کند. و جالب اینجاست که حضرت انس رضی الله تعالی عنه می گوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: تامه. کسی که این عمل را انجام بدهد ثواب یک حج عمره کامل را دارد. پس بنابراین اگر ما نمیتونیم که هر روز این کار رو انجام بدیم، سعی بکنیم حداقل در هفته چند روز یا در ماه چند روز حتما در مسجد بعد از نماز فجر انشاءالله بنشینیم، مشغول ذکر و اوراد و تلاوت قرآن باشیم و وقتی هم که آفتاب طلوع کرد 2 رکعت نماز اشراق بخوانیم. این بزرگترین ثواب را برای ما دارد، مساوی هست با ثواب یک حج و عمره. امیدوار هستم الله متعال کسانی را که تاکنون به حج و عمره نرفتند، الله متعال آنها را موفق بگرداند برای انجام حج و عمره، و آن کسانی هم که رفتند انشاءالله الله متعال از آنها قبول بکند و الله متعال همه من و شما را موفق بگرداند که بر این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.